ای خدایی چی روزگار است. یک خواندنم پیدا کرده نمیتونم. وقتم شده سرم یک خواندن که خواندن است نمیتونم بشنوم. دقم آوردیم، خستم هستم. چی روزگار است. از دل بیغم میگن چرا کار میکنی؟ پیسه را کجا میبری؟ هفته 6-7 روز کار میکنم، پیسه را در گور بابیت میبرم. فکر میکنی که شوق میرم 7 روز کار میکنم هفته در جان خسته خود؟ یعنی انسان هیچ به تفریح ضرورت نداره. چی بگویم دیگه؟ خدا آورده تا که خدا رحم کنه، ارمان دل من بر من برسانه و گمش کن. اصلا هیچ آب در دل من جوش نمیاد تا که بالاخره آرزوی من پوره شوه. آرزوی من این است که بالاخره خدای پاک بخیر یک بچه نصیب میکنه که هم پیسه دار باشه. ایتو پیسه دار باشه که من میگم خرپول باشه و هم ملا باشه. من میخوایم که یک بچه را بگیرم که بسیار پیسه دار باشه و هم ملا باشه. با چی خاطر؟ با خاطر که هم میخوایم جیبایش غار کنم و هم دلکای از این غار کنم. دیخی دیوانه شدیم کار کرده جانم برآمد. هر روز بخی برو روز 10 ساعت کار کو، هیچ شیمه نمانده دست پای من نمیگم که آرسی نمیکنم. بعضی دوستا سوال میکنه که کی بخیر آرسی میکنی؟ آر شما برای من پیدا کنین که یک بچه که هم بسیار پیسه دار باشه، خوب صحیح یک ملام باشه، یک ملا یک قاری باشه که من ایره بگرم زن از این شام آرسی کنم، امرای از این توی 3 روزه بر از این بکنم که زمین آسمان بترخانم، جیوکای از این بترخانم و دلای بکفانم. اونو وقت ما حاضر هستم کارسی کنم بخیر که بیخی خسته شدیم از این روزگار. هفته 6 روز 7 روز برو جان بکن. زن به این چیزا ساخته نشده نازنینایم. زن یک گل است فقط برای خوشبویی که مثلا ما مرد طایفه تمام دنیا باید ازش لذت ببره، خوشبویی بده برای ما و گل واره باید از نگاه شود. فهمیدی؟ ستاره کریم هستم. امید از جور صدمن باشه نازنینایم. گمش کنم خسته هستم، هیچ حوصله کار نیست. هر روز مرده خود کشکره کار میرم. باز میگن چرا کار میکنی؟ پیسه را کجا میبری؟ چی میکنی؟ او بیادر خود زندگی بیوگی است چطور میشه دیگه؟ خب بیا پرتو که من بیغم شم. گمش کن مشکل هستن. بعضی دوستا فکر میکنه که آدم در امریکا یا در خارج زندگی کنه دلار در درخت سوز کردن. نخیر نیم. بسیار به مشکلات پیسه به دست میاد. با خصوصا یک نفره که مثل ما یک مادر است تنها زندگی میکنه، یک بچه را کلان کرده رایستم آری جانه که خوشی زندگی مسته و امید زندگی مسته. میخوایم که پیامایتان بخونم. متاسفانه سر جلو هستم، رانندگی کرده رایستم. نه پایین اینمی تصویر یک ویدیو بر شما نشر کردیم پورا ببینید که ملا چی گفته که زنم باید از بزنین، نه به خاطر ازی که زخم کنین که به خاطر که ادب بتنشه. با شما ببینید که در آخری قسمتی تصویر ما چی یک سپرایز برای شما، چی یک ویدیو جالب خنده‌آور براتون جور کردیم. بورا امید است که ببینید خوشتون میاد، بسیار خنده‌آور است و وقت شما را نمیگیرم. صرف همینقدر درد دل خواستم امرای شما شریک بسازم شما را که بسیار هر روز که کار روانده می باشم مشکل از برم، خسته می باشم. اینی می ارمانای دلم است بخیر که یک بچه پیسه دار یک ملا را بگیرم. و امید است که جور صحتمند باشین در هر گوشه و کنار که باشین و وقت خوش بر شما میخوایم نازنینایم دیگه. شما به من دعا کنین که روزم بخیر پیش شود و اصلا دعای از ایره کنین واقعا که اگه من دوست دارین که من بخیر از این روزگار خلاصم از کار کردن زیاد، از قدر زحمت کشیدن. من هم میگم زن نباید از کار کنم، اما به اندازه‌ای که من کار بکنم بسیار زیاد است. هیچ اصلا یک دقیقه بیکار نمیشم دیگه. دوستتان دارم،
خواستم یک دقیقه خنده بتم. خداحافظ.